سلام و درود، چطوری بچه؟ ایلیا فلیم هستم، خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز قراره که بریم پارت اول ویدیو جملات مخزنی با ایلیا فلیم و شنتیا فلکس رو بگیریم. شنتیا فلکس سلام و عرض ادب از درز عقب. سلام به دودول طلایی های عزیز توی خونه. بله درسته، همین تمام شد. آره دیگه بچه ها خیلی خودمونی. بله، لایک و کامنت و سابسکرایب فرمایشتون نشون، زنگوله کوچه اساس کنن، حتما بزنید رو آل. قلب بنفش، قلب بنفش به علاوه قلب بنفشو. قلب بنفشو چی بذارم برای بچه؟ برات آبی بنفش آبی برای شنتیا باشه. شنتیا فلکس اگه قبول دارید قلب بنفش بذارید. بله اگرم قبول دارین شنتیا آبیه، قلب آبی و آتیش بذارید. لایک کامنت سابسکرایب فرمایشتون نشون، زنگوله کوچه اساس کنن، حتما بزنید رو آل. بریم یه بوله ببینیم برگردیم. برو بریم. Caralho, eu não tô aguentando, caralho, eu não tô aguentando. Meu filho tá tipo Wi-Fi, todas tão conectando. Caralho, caralho. خب ما برگشتیم. امروز قراره که همونطور که بهتون گفتم ویدیو جملات مخزنی ببینیم. مثلا یه جملاتی بگیم که مثلا آره علی. خب شنتیا مهمون اول شروع میکنه. راستی چنل شنتیا فلکس تو دیسکریپشن هستش، حتما برید سابسکرایبش کنید. برسه به 1000 تا میرم کرج و لباس دخترونه تنش میکنم و دوباره یادآوریتون میکنم. آره خب شروع بکنیم. ما آقای ایلیا چیز شور صفر. آفرین. خب ببین من اولش میخوام شروع بکنم، خیلی ملو میخوام شروع بکنم. بله درست. نمیخوام خیلی چیز باشه. نه. میگه که میدونی چرا بارونه؟ بارونه؟ میدونی چرا بارونه؟ خب بگو چرا دیگه حیوان. چرا؟ چون آسمونم بغض کرده بهت نرسم. خیلی گفتم کیرینج بود راستشو بخوام بگم. بچه قیافت هم خیلی کیرینجه. آره همچنین. حالا کاری به اونش نداریم بچه. بعد اینکه جملاتو میگیم ما، اگه شنتیا گفتش من نمره میدم، اگه من گفتم شنتیا نمره میده. الان من به این پیکاپ لاین کیرینجت نمره 3 رو میدم، چون ما ببین من خیلی آدم کینه ایم، تا آخرش 0 میدم. بله درسته. حالا کاری به اونش نداریم. بریم من بهتون بگم. نوشته که آیا شما طوفان هستی؟ نه چطور؟ چون هر وقت میای همه چی به هم میرزه بیبی. آره دو خوبه بازم. اوکی پیکاپ لاین تو بگو. خب من بگم. آره ببین میگه که آدرس داری؟ نه. چون گم شدم تو چشمات. قشنگ بود 5 میدم. حاج خانم اگه این ویدیو رو میبینی سلام. حاج خانم که حاج خانم که ولش کن. حاج خانم کی؟ نمره بده. نمره بدم. نمره بلکه من نمره 5 بهت گفتم میدم دیگه. خب اگر بذار یه دقیقه، به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ آره. نه حیوان، تو باید بگی نه. آره. خب نه بگو نه حیوان، بگو نه. نه خب پم یه بار میرم دوباره میام. قبول کن قشنگ نبود. آره خب نمره رو بده برم. 1 بازم خوبه بچه. دیگه معذرت خواهی میکنم برای دوربین که من اینجا رو دارم نگاه میکنم به جای اینجا، چون لپتاپ اینجاست و من دارم تصویر سیاهی میبینم، نمیتونم سرم اینقدر بیارم بالا. حالا کاری به اونش نداره. اگر هم بچه اگه دوست دارید که من لپتاپ بخرم بتونیم با OBS و اینا قشنگ صدا رو ضبط کنیم، این یه کامرای خوب بخره، حتما کامنت بذارید. کامنت زیاد، ساب زیاد. آره ساب زیاد کنین. یه دونه اس لازم داریم برای OBS. مردی که چون تاغار.
حاجی چون که فیلم شیک زدنت تو ادیت نذارم رو ویدیو داری شیک میزنی. ایول بذار من الان باید بگم. نه دیگه تو باید آره. بگی. من گفتم. چی گفتی؟ نه دیگه من گفتم به عشق نگاه اول اعتقاد داری، گفتی نه نمره 1 دادی به من. باش. اگه تو شکلات بودی من دیابت میگرفتم. ببین مثلا اینو به دختر بگی، همین میکروفونی که من تو دوربین دارم بهت بچه ها نشون میدم همینو میکرد تو. آره کاری به اونش نداریم دیگه. کیرینج بود، قبول کن 2 بهت میدم. مردی که آیا شما یه آهنگ هستی؟ نه. چون هر باری که تو رو میبینم قلبم شروع به تپیدن میکنه. منفی هم داریم؟ نه من نمره منفی. حیوان یه نمره درست بده، من خوب باشه 5 بهت میدم. 0. 0. آره بگو. قشنگ نبود آقا. به یکی اینو بگی صاف میزنه تو گوشت. خب یه سیکتی که من چی کونی حیوان باش. خب بگو. ادیتور سانسور میکنه. خب ببین میگه که من اهل دلم نه اهل کلک. دلتو ببین، دلتو بده ببین چی میسازم. حالا تهوع گرفتم شنتت. 0. نه خدای خوب نبود. نه خدای شاره خوب نبودن. چی بود اصلا من نفهمیدم. اهل کلج نیستم، اهل کرجم. اینجوری بهتر بود مثلا 1 2 چه رفت کرج ره بچه کرج کردنت پولتو ندادم. حالا کاری به اونش داره. کاری به اونش دوستان فهمیدین که کرجیه کردن ایلیا رو. نه ما حالا کاری به اونش نداریم. میگم خب نوشته که اگر عشق یه گناه باشه پس من دیگه نمیخوام پاک باشم. بکوبم تو صورتت. چیو؟ اجده رو. سوسمار تکتیش سلام میرسونه. اجدر حیوان، اجدر پاد بود. نه دیگه اون اجدر پات بود. ها احمق اون قیصر بود، اون اجدر بود. حالا کاری با اونش نداری. قیصر تو حلقه. خب سوسمار تو چشات. میخوام بگم سوسمار تو چشات، اجدر تو کونت. تو بس سلام من دهن هزاریزشی برای سانسور کردن اینا. خب این میگه که من فری فایر نیستم خب، ولی دلتو با یه نگاه آتیش میزنم. قشنگه مغرورانه. چون ببین چون آتیش داشت نمره 6 هم من میگیره. چون فلیم گنگ تو کامنت ها حاجی این چیزا تو بد باشد. فلکس گنگ بکنه ایلیا کیرشو تو کامنت ها. حالت خوبه؟ هوا چطوره؟ حیوان دارم جمله‌مو میگم. حالت خوبه؟ آها حیوان ما سالی 2 بار حال همدیگه رو میپرسیم. یه بار دعوامون میشه میرسیم ماهی یه بار دعوامون میشه بقیهش هم داریم فوش میدیم. خب نوشته که حالت خوبه؟ آره مرسی. یا فقط اینطور به نظر میاد که دلم نفوذ کرده؟ چی شده؟ چی نوشته؟ دوستان چی میگی؟ حالت خوبه یا فقط اینطور به نظر میاد که دلم نفوذ کرده؟ چی نفوذ؟ بابا گوستا چی میگی؟ چت جی پی تی رو نوشته. حاجی اینو ول کن بذار ببینیم یه چی دیگه. من یه نقاشم اما هنوز نتونستم تصویر بهتر از چهرت بکشم. این دیگه این خوبی داشتی؟ 5 خوش آمد. آفرین. بگو بعدیو بگو. میگه که اگه دزد قلبم باشی خودم کلید زندونو میدم بهت. علی 5 میگیری هم من. بگو. دیگه 5 دیگه بالاتر از این دیگه توقع نکن. نوشته که آیا تو ستاره‌ای؟ نه چطور؟ چون همیشه نورانی هستی. اگه اسم یارو ستاره بود چی؟ ستاره‌ای؟
حالا خب ما سعی میکنیم اینو این پیکاپ لاین رو پر اون شخص اسم نبریم، حالا کاری به اونش نداریم. تو فکر کن مثلا یه داری مثلا به یه شخص دیگه مثلا میگه بچه اگه لایک های این ویدیو برسه به 50 تا من اسم کراش ایلیا رو لو میدم به همراه جزئیات کامل. ایول فکر نکنم 50 تا بشه. ببین میرم فیک میزنم که لو بدم. ببین فیک هم بزنی بعد 2 روز یا همون یه روز اول یوتیوب تشخیص میده و تمامشو پاک میکنه. اسکرینم حال مهم نیست، بعدم اوکی میشه، بچه‌ها میرسونن. آره خب نمره چند میدی؟ نمره 7. 7 خوش اومد آفرین. خب میگه که تو جی پی اس من نیستی. وای قلبم هم نه هیچی، اینو ولش کن. یوبوست شدش. آره میگه که حرفات مثل بیت دریلن میزنن تو مخم. این احیانا پس من نبود. آخه تو هیچی رپ سرت نمیشه. تو چجوری این واسه تو چت جی پی تی اومده؟ جاکش به من که آره خب نمره چند رو بگیری؟ چون دیریل داشتیش 5-6 بهت میدم، دیریل نداشت زیر 0. کونکش. ترپ بود چند میدادی؟ ترپ هم بود 5-6 میدادم کلا رپ. آره نوشته که در دنیا فقط 2 چیز اهمیت دارن، یکی تویی یکی لبخندت بیبی. آخ نمره چند میدی؟ بعدی نمره چند میدی؟ 3. خب تو باید بگی حیوان تو بذاری. یکی اسمم عشق نیست ولی میتونه بشه، فقط کافیه یه بار صدام کنی. قشنگ بود. نمره 7 میدم بهت. خوبه و زهر مار. بالای 56 نگرفتی حیفون. اسکشن رو بخوری. آی خب حاجی این اگه نمیدونی آقا یه دقیقه اینجا رو بوق بذار. اگه نمیدونیم بچه الان ساعت 1:30 ظهره. من شنتیار رو از ساعت 12:40 بیدار کردم از خواب، گفتم بیا بریم رکورد. و اینکه اگر نمیدونین قراره با یکی از یوتیوبرهای دیگه کلاب بریم که معلوم نیست کلاب بریم یا نه، حالا کاری به اونش نداریم. اگه بیاد هفته دیگه میفهمین یا نه، حالا کاری به اونش نداریم. خب من الان باید بگم یا تو بودی؟ من بودم. آره وقتی که وارد شدی من فراموش کردم چه چیزی داشتم میگفتم. آره ببین فقط قدرت ویرگول اون وسط هم دقت بکن که مثلا اینجوری همه رو پشت هم نگو، یکم جذاب‌تر بشه. حالا ولش کن دیگه، بچه خودشون میچسبونن من دیگه اوکیش کنم. خب نمره 4. خب تو بگو. میگه اسمم رو یادت بمونه، شاید یه روزی بشه پسورد دلت. پسورد دلت خب چه کاریه؟ شنگ بود. نه دیگه مثلا یه کار دیگه کنن، مثلا این همچین چیزی بگم، مثلا من میخوام از خودم درارم. بوزه کدوم کونی که بخوای خودت دراری. گوش بده. تاریخ تولد نه صبر کن، تاریخ ازدواجمون رو میدونی؟ میخوام بذارم پسورد گوشی. قشنگ بود. آره خب نوشته که میشه به من بگی چه جادویی در نگاهت هست که نمیتونم ازش چشم بردارم؟ اینو گفته بودم؟ آره احساس کردم گفته بودم. آره خب 10 تای اول تموم شده. ایول میگه که من آتیش نیستم ولی با تو میسوزم. 8 تا میگیری چون آتیش داره. من نمیدونم هرچی آتیش داشته باشه رو من نمره بالا بهت میدم. خب لیا جان تموم شدش پیکاپ لاینامون. من دارم 2 تا. من فکر کنم 2 تا یا 3 تا داشته باشه. خب اشکال نداره من زیاد دارم، من 10 تا دیگه دارم. حالا گوش بده. نوشته که تو مثل یه معمایی هستی که هیچ وقت نمیخوام حل بشه. 8 اوزگر مگه ساعت 8:30 که میخوای بگیر بخوا 8:30 لیاقت نداری به نمره کامل بدن دیگه ها. اوزگر نیم نداریم. اگه این خوردی من دارم کونکش.
خب 8.5. خب تو برو. گفتم 6. خب 6 اوکی. میگه که بایسته ببینم، اگه چشمات دکمه ریست زندگی بود هر روز فشارش میدادم. چی رو فشار میداد؟ بستگی به این داره. چششو دیگه، حیوان دکمه ریست بود. چششو؟ ببین مثلا سوسمار تک چشم یه چش داره. حالا نه حاجی بود بچه این آره. ویدیو رو میبینه. بچه بابا بچه خود ما میریم کالا بچه به ما فوش میده. حیوان. کیرم تو این زندگی. آره خب من بهت میگم نوشته که چی بگم، خندت مثل آهنگه که همیشه دوست دارم بشنوم. 3. برو بعدی، پیکاپ لاین بعدی. میخوای من میگه که تا حالا تست کردی یه نفر داره دزدکی نگاهت میکنه؟ سلام منم. شاید جدیدن خیلی کلینچ شده، خیلی میدونی چت جی پی تی داده به من چه؟ کلا حالا چت جی پی تی هم این خودت کلینجه. میدیم نمره 2 رو بهت میدیم. حالا من 2 تا دیگه میگم ویدیو رو تموم کنیم. تو داری بازم؟ من وایس نگاه بکنم. 2 تا دیگه میخوایم ها. ببین یه دونه دیگه دارم. خب یه دونه دیگه رو دارم فعلا. خب من 2 تا میگم بعد تو یه دونه تو بگو، من یه دونه نه میگم. یکی دیگه هم دارم. 2 تا داری؟ خب بذار من بگم دوباره تو بگو، من دوباره من میگم دوباره کارم. آره بچه های مشهد، این پیکاپ لاین برای شماست. نوشته که اگه یه شم بودی من همیشه کنار تو بودم. چرا ربطی به قومیت میده؟ مردی که نجات پرست. حیوان مگه نمیدونی خود بیشگی میگه شم دوست؟ نه حالا کاری به اونش نه. پیش خودت شم دوستی. نه کلا نه مردی که نجات پرست. آره افغانی چی؟ آها یه صدا افغانی درار. مانداز پیسه داده کن. بله یه شاهین خفن هم بگو برای بچه ها. بسیش بریم ملیجه که تو هم کونکش شاهین حیثیت داریم ما تو این یوتیوب رو کونکش. شاهین نمیگم. شاهین اگه قلب بنامش بذارم میگم. نه میذارن بگو. بذارینا شاهین. نه مثل همیشه شاهین. آجی از خود تنازم بیشتر شاهین تو خوب گفتی، دمت گرم. خب اسم نبر معروف میشن. حیوان ما باید نردبونه اونا بشین. اونا بیا نردبونه. یارو با 1,000,000 فالوور با 150 تا فالوور میگم اسم نبر معروف میشه. بله درسته. من باید بگم یه پیکو میگه که اسکشته گفته منم دیگه. بگو میگه که تو جی پی اس من نیستی ولی قلبم همیشه میبرتت همونجا. بله 6 رو بهت میدم فقط برو. آره من یه جمله دیگه میگم ویدیو رو تموم میکنیم دیگه، بریم تو هفته دیگه. حالا کاری مونش نداریم، آخر میریم که داشته باشیم. وقتی که دیدمه دیگر هیچ چیز توی دنیا برام مهم نبوده. اسکش این مال من بود. چون که این مال منه. نه وستانی من بعدی که آماده کردم همینه. خب دیگه تموم شد دیگه. من گفتم دیگه چت جی پی تی. آره دیگه گفتن دیگه تموم شد. این چت جی پی تی که مادر زن خراب. آره خب تموم شد. نمره چند رو میدی دیگه ویدیو رو تموم کنیم؟ 10. چون فقط سر مرام برابر. خب یه جنبندی امتیاز به من میگی مثلا چقدر به کل پیکاپ لاین هم نمره چند رو میدی؟ جمعی 9. آره منم 9.5 بهت میدم چون پیکاپ لاین آره خوب بود. خب یه خداحافظی کن، یه لایک کامنت هم بگو بذارن. دوستان عزیز
مثل هر داستان دیگه داستان ما هم به سر رسید، کلاغه به خونش رسید، ایلیا کیر شد و اینکه تا هفته دیگر بدرود. قلب بنفش، قلب آبی، لایک، کامنت، سابسکرایب چنل من، ویدیو لایک کردن ویدیوها یادتون نره. تا درود دیگر بدرود. میشه وسط آوتروت نگوزی قد الان اسکش نمیگوزم چی بود؟ اون سه تا گوز بود. چون چه صدام گرفته، مریضم. آره بچه ها، من تصمیم گرفتم آخر همه ویدیوهام که بعد از اینکه خدافظی میکنم که جملات دارک بگم و تمامش کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. وایسا من این دفعه میگم به عنوان مهمون تو میگی اوکی. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. ببین. چه احساس کنید خفه شو یه دقیقه آوترومو بگیرم. حیوان. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشون زنگوله رو چه احساس کن. حتما بزنید رو آل. دوستتون دارم زیاد. تا هفته دیگه که پنجشنبه میشه بدرود. خب ببین، من نمیدونم این دارکه یا نه، ولی نجات پرستان است. اون چیه که هر جا میره با خودش نون هست؟ چیزی نیست شد افغانی. بدرود. آفرین، تو نجات پرست برتر شدی.